بدوارز ما همیشه با موس پلی میدادیم. خیلی برندهای خفن موس مخصوص بدوارز مثل بلادیا و گلوریاس ازش ساخته شد. اما این اصلا عجیب نیست. چیزی که عجیبه اینه که ما میخوایم امروز برای اتک دادن با کیبورد اتک بدیم، یعنی اینکه با موس دیگه کار نداشته باشیم و فقط با موس بریج بزنیم. خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنی. ادیت و رکورد ویدیوها خیلی طول میکشه و زحمت میخواد. ممنون میشم که جبران کنی و ما رو حمایت کنی. و هدفمون داخل این ویدیو اینه که حداقل یه وین یا یه کیل بگیریم. سراغ ویدیو لیتس گو. نمیدونم چرا هر موقع میام تو لابی گیم اپ اسکینم اینجوری میشه، موز میشه. لابد گیم اپ با همون یه مشکلی داشته که اسکین موز رومون میذاره، نمیدونم واقعا چرا. خب آقا بریم داخل بدوارز. آجی ولی گیم اپ یهویی اومد وایرال شد ها سرورش، یعنی خود از گان مکس هم پایین‌تر بود. الان رنک 1 گیم اپ. بریم چی بریم؟ خب نمیدونم، بریم 3-3 نه 2-2 خیلی حال میده. 2-2 آره بریم. این میگه اینا رو سانسور کنیم. گیم اپ که رسیدگی کن پسر. ولی گیم اپ گیم اپ و وایت پیکسل با هم دیگه چیزن، با هم دیگه همکاری میکنن. گیم اپ و وایت پیکسل. ما راستی دکمه ها رو یادم رفت کنم. خب دکمه اتک اند دیستروی رو میذاریم، دکمه سی میذاریم و دکمه زوم رو میذاریم وی. الان یه دونه پش بزن. خب دیگه باید بریم شروع کنیم. من پیککس نیاوردم، چطور میخوام اینو درست کنم؟ TNT بده. من بیریجو کشیدیم، من میام پارمون میکنم. حاجی این چطوری؟ هی نه اشکال نداره. گفتیم حداقل باید بتونیم یه وین یا یه وین که نمیتونیم بگیریم ولی حداقل یکی خوبه. اینم میتونم با کیبورد اتک بدم بهشون. آجی فقط چیز نزه، فقط فایروال من به راهم ادامه بدم. آجی دارم خوب میزنم. آجی زدمش. آجی پشمان باورم نمیشه، خوب زدمش. یس بدشونم رفته. ردو هست کردم حاجی. این عالیه. کشته شدید. حاجی بالاخره تونستم یکی رو بگیرم. اینم میتونم وین بگیرم. وینو که نمیتونم 100% بگیرم. چقدر حال میده با کیبورد. الان میپر رو سرم. نه درو خدا. نمیتونه بده بزنه. تا وقتی که بریج بزنه من به دنیا اومدم. بله برو. خب آجی برو. آجی نه ببین چیز کرد. چیکار کرد نمیدونم چیکار کرد. بزن آجی. نه زدمش. چه اتفاقی افتاد؟ کشتمش. چی شد؟ فاینال کیلمون کرد. درسته یک کیل تونستیم بگیریم. ممنون که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعد بدرود.